بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه شما هموطنان و همدیاران عزیز و گرامی‌قدر، تبریکات عیدی خود را با این مصرع شعر آغاز می‌کنم. رمضان رفت کاش صفایش نرود، رمضان رفت کاش صفایش نرود، سحر و جوشن و قرآن و دعایش نرود. کاش پر شده باشد دل ما از نور سحر، همراه روزه و افطار و ثوابش نرود. همدیاران و هموطنان عزیز و گرامی‌قدر، با کمال احترام و صمیمیت از نام خودم و از نام سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان با فرارسی عید سعید فطر به تمام هموطنان و مسلمانان جهان تبریک میگویم. امیدوارم که الله متعال روزه، دعا و عبادت‌های همه شما را قبول فرموده باشد و در این ماه مبارک دعا میکنم که پروردگار فیض و برکت، صلح و آسایشتگی و سعادتی جاودان را به همه خاندان تاجیکستان و مسلمانان عطا فرماید که در نتیجه حمله های ظالمانه غاصبان 10 نفر از جمله کودکان بیگناه شهید گردیدند. ما این عملهای وحشیانه را قاطعانه محکوم میکنیم. دعا میکنیم که پروردگار این ظالمان را نابود بسازد و به سرزمین فلسطین و از جمله الخصوص به سرزمین غزه آسایشتگی و آرامی را برگرداند. همدیاران و هموطنان عزیز، همونطوری که شما میدونید در تاجیکستان همه ساله عید سعید فطر و عید قربان که از جمله عیدهای دینی مبین اسلامی باشند بسیار با خاصیت‌های خوبی جشن گرفته می شود، زیرا مردم تاجیکستان زیاده از 99% مسلمان است. اما متاسف می‌خوریم که سالهای اخیر از جانب حکومت امام علی رحمانوف ممانعت‌های زیاد نسبت جشن‌های دینی و عبادت‌های دینی وارد گردیده است که مردم مسلمان نمی‌توانند آزادانه دین خود را عبادت کنند و جشن‌های دینی خود را جشن بگیرند. ما دعا میکنیم که پروردگار این ظالمان را نابود بسازد تا مردم مسلمان تاجیکستان بتوانند جشن‌های دینی خود را آزادانه جشن بگیرند و خداوند خود را بدون کدام ممانعت آزادانه اطاعت بکنند. باز هم عید همه شما را تبریک میگویم. پروردگار همه شما را نگهبان باشد. عیدتان مبارک باشد.